امروزه توی همه جا پر شده از ویدیوهایی که همه میخوان موفقت کنن. حالا یا بهتون پیشنهاد خرید پکیجی میدن یا هم برای گرفتن توجه انگیزه میده که تحت تاثیر بذاره و جذب کنه. و اینکه امروزه خیلی ها پیشرفت و موفقیت رو پول میدونن. آره درسته، پول الان همه چیز رو میخره. حالا اینا به کنار، بعضی هم توی درس خوندن، نمره خوب گرفتن، اول شدن در مسابقات رشته ورزشیش و هزار تای دیگه. موفقیت نیاز به سخت کار کردن و هوشمندانه عمل کردنه. سخت کار کردن هم مثل این میمونه که برای رسیدن به بهشت باید از جهنم رد بشی و همینطور برعکس. چند سال پیش رو راحت باشی بقیه عمرت رو زجر بکشی، یا هم نه چند سال سخت کار کنی و بقیه عمرت راحت باشی. در آخر هر دوتا درد یا لذتش برات میمونه. و اینکه برای رسیدن به هدف دلخواهت باید با انحرافات و حواس پرتی هاش سر و کله بزنی و رد شی. درسته توی همین روزهای پیشرفت شکست های وجود خواهد داشت، ولی همین شکست هاست که تو رو نزدیکت میکنه به هدفت، پخته ترت میکنه، به مسیر موفقیتت شور و لذت میبخشه. خیلی ها فقط فکر انجام دادنش رو دارن و نمیخوان شروع کنن چون ترس دارن. بعضی هاشون هم شروع میکنن ولی نمیتونن کامل ادامه بدن چون اون قسمت مغز دستور میده که ضعیفی و در حد انجام دادنش نیستی. و عده خیلی کمی هستن که تا تهش میرن و به خواستهشون میرسن و لذتشو میبرن. بعد این دو عده‌ای که گفتم، خیلی ها و بعضی ها، اینا میان به این عده خیلی کم یاد توهین میکنن یا بهشون میگن خیلی خوششانسی. و بعضی ها که پشتیبانه دارن برای پیشرفتشون، کسی پشتشونه، اینا با غرور موفق میشن و غرور هم قاتل موفقیته. و اینکه همه موفق نمیشن چون اگه دنیا پر بشه از انسان‌های موفق، اون موقع اون رنگ اصلی خودشو میبازه و موفقیت میشه یه چیزی بی‌معنی، مثل این که یه کوه بلند رو انسان‌های بیشتری فتح میکنن که دیگه بهش فتح نمیگن، تبدیل میشه به تفریجگاه. توی دنیا ما به بازنده ها هم نیاز داریم. خب باید یه سری کارها هم باشه که بازنده ها برای برنده ها انجام دهن. این باعث میشه همه چیز تراز بشه و بعضی ها هم آفریده شدن که توی این وسط بمونن و همه رو مسخره کنن و فاز منفی بدن. و این واسه کار بلدها هم میشه انگیزه. چرا؟ چون همیشه کسایی که مسخره و فاز منفی دارن ضعفی دارن که برای برطرف کردنش یا پوشوندنش از مسخره کردن افراد استفاده میکنه. و یکی از قانون های پیشرفت نادیده گرفتن همچین افرادهایی هستن که باهات مخالفن یا سطح تفکراتشون پایینه که نمیتونن بپذیرنت یا هم تو رو هم به پیش خودشون بکشن اون پایین و یکی از خودشون بکنن. دلیل خاصی هم برای انجام دادنش ندارن چون خودشون نتونستن، نمیذارن تو هم برسی.
اصلی ترین قانون موفق شدن توی هر چیزی هوشمندانه و سخت کار کردنه و صبره. همه چیز یه شبه اتفاق نمیافته. اینو هم بگم آره، زندگیت توی یه شب عوض میشه، ولی برای این یه شب باید 1000 شب رو تحمل کنی و بگذری. باید ذهنیتی واسه خودت بسازی که بهونه‌ای برای انجام دادن کاری نداشته باشی. توی ویدیو قبلی هم گفتم فکرات و ذهنیتت که تو رو نابود یا موفقت میکنه. ذهنیتی که واسه خودت میسازی تعیین میکنه چجوری باشی. طرز فکر کردنت راجع به چیزی دیدت رو تعیین میکنه. دیدت عمل و گفتارت رو و عمل و گفتارت آینده تو. نه دید به یه چیز، دید به همه چیز. مثلا دید از اینکه فلان مقدار پولی که داری و چگونه و چجوری خرج کنی، یا اینکه چه کاری رو میتونم با این فلان مقدار شروع کنم که منو هول بده به جلو. بحث اینه که هر کاری رو به بهترین نحوه ممکنش انجام بدی. تو این مسیر مراقب دایره ارتباطیت باش، چون حتی صمیمی‌ترین دوستت هم میتونه مخالفت باشه و نسبت به افکارت بدبین باشه. میتونه دشمن در نگاه به دوست باشه. هیچ وقت ضربه‌ای که میخوری از غریبه نیست، چون غریبه نقطه ضعفت رو نمیدونه، از زندگیت خبری نداره، ولی چون دوستت، فامیل و اطرافت هستش، اینا میدونن کار بکنن که شکستت بدن. و اینکه وقتی موفق شدی و نه وقتی تو راه موفقیتی. هیچ وقت سعی نکن مغرور باشی، چون هیچ وقت نمیتونی بیشتر دوام بیاری. زندگی تو با پستی و بلندی‌هاش دوست داشته باش، چون اگه اینا نباشن زندگی معنایی نداره. و اینکه اگه تغییر نکنی تغییر دنیا لهت میکنه.